الرحمن الرحیم. خب در این جلسه رسیدیم به قسمت دوم از داستان ام سلیم بنت ملحان، مادر انس بن مالک. تا اونجا رسیدیم که ایشون انس رو تقدیم پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم برد و گفت یا رسول الله براش دعا کن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم براش دعا کرد، گفت خداوند در مال و در فرزندانش فزونی بیفزا، اضافه بکن، بهشون بده. و از طرفی گفت یا رسول الله میخوایم در خدمت شما باشه. و گفتیم که انس بن مالک هم قبلا ما سیرت و زندگی ایشون رو در مجموعه همین سیمای صحابه در جلسات قبل گفته بودیم. اما مادر ام سلیم یا مادر انس بن مالک بعد از اینکه شوهرش مالک کشته شده بود در مسیر شام، گفته بود من فرزندم را از خودم جدا نمی کنم، این رو حفاظت خواهم کرد، حمایت خواهم کرد و تا وقتی هم اونم اجازه نده من ازدواج نمی کنم. به اونجا رسیدیم که ابو طلحه انصاری که داستان ایشون رو هم در همین مجموعه سیمای صحابه با هم خوندیم، اومد خواستگاری ام سلیم. خب ابو طلحه انصاری از شخصیت‌های بزرگ و رجال انصار به حساب می اومد و گفت من میخوام خواستگاری بکنم. در طبق معمول که رسم بود میان برای خواستگاری افراد. ام سلیم که زن با خرد و دانا و عاقلی بود یک کمی صبر کرد، عجله نکرد، گفت بذاری کمی زمان بگذره. چرا که ابو طلحه هنوز مشرک بود، ابو طلحه انصاری هنوز مسلمان نشده بود. گذاشت تا دوباره این سخن خودش رو تکرار بکنه و این اشاره بکنه به اینکه من میخوام بیام خواستگاری. تو این زمان رو طوری کرد که این در نسبت به خواستگاری این کمی حرص و ولع بیشتری پیدا بکنه. بالاخره برای بار دوم می اومد دوباره خواستگاری کرد و گفت نگاه کن ابو طلحه، تو الان دوباره اومدی خواستگاری من. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که تو شخصیتی نیستی که هر جا بری خواستگاری کسی بخواد ردت بکنه. یعنی انسان دارای شرافت قومی هستی، دارای ثروت هستی، شجاعت هستی، خیلی صفت‌های دیگه‌ای که یک مرد باید داشته باشه. اما یه مشکلی هست، تو کافر هستی، تو مسلمان نیستی و من زنی هستم که مسلمان هستم. برای یک انسان مسلمان جایز نیست با یک غیر مسلمان ازدواج بکنه. گفت خب میگی من چیکار بکنم؟ گفت راهش اینه که تو مسلمان بشی، اسلام رو بشناسی، حقیقت اسلام رو بشناسی و از جان و دل تسلیم اسلام بشی و بری پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و شهادتین بدی و با ایشون بیعت کنی. ببینید ظرافت و ذکاوت در چه موقعی با چه شرایطی ایشون اعلام میکنه. ابو طلحه خب حرکت میکنه، میره پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و میبینه پیامبر بین یارانش نشستند و وقتی ایشون رو میبینه یکی میگه ابو طلحه اومده و علاقمند شده به اسلام و میخواد مسلمان بشه و خب داستان رو هم براش میگن. ابو طلحه میاد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تعریف میکنه من رفتم خواستگاری ام سلیم رو عقد کنم، برای خودم ازدواج بکنم باش. اون برای من شرط کرده که من مهر خودم رو قرار دادم برای اینکه تو مسلمان بشی. منم خب بالاخره حقیقت اسلام رو فهمیدم و فلان. اونم آدم با خرد عاقلی بود، اما این هم در شرایط خیلی خوبی. نگاه کنید نوع دعوت و هنگام دعوت و شرایط دعوتی که میخواد ارائه بشه و اون حکمتی که در دعوت هست، اینا خیلی مهمه. کاملا خب ایشون آمادگی پیدا کرده و میخوام که من با ام سلیم ازدواج بکنم و مسلمان میشم. در این موقع هستش که ام سلیم رو به پسرش انس میکنه، میگه انس بلند شو و ابو طلحه رو به قول معروف به همسری من در بیار. به عبارتی ازدواج خودش رو به کی واگذار میکنه؟ به پسرش انس بن مالک. در این داستان خیلی زیبا و میشه سراسر روح و حکمت، ثابت بن اسلم بنانی که خودش جز تابعین هست نقل میکنه، میگه که فما سمعنا بمهر قط، تا اون زمان تابعی داره میگه ما هرگز مهریه‌ای نشنیدیم که به این اندازه بزرگ با عظمت و با ارزش باشه که مهر ام سلیم در ارتباط با ابو طلحه بود. مهرش چی بود؟ اینکه این مسلمان بشه. من هیچی از تو نمیخوام جز اینکه تو مسلمان بشی. در هر صورت این فراست و ذکاوت ام سلیم سبب شد که ابو طلحه مسلمان بشه و خب ایشون هم یکی از شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام هست. هم ازدواج کرد، هم بهره‌مند از همسری مؤمن و اهل خیر و نیک و با اخلاص شد. زندگی خوب و خوشی داشتن اینها کنار هم دیگه با هم دیگه و بالاخره سراسر خیر و برکت در زندگی اینها وجود داشت. از اون ورم خب انس خدمت در کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، در خانه پیامبر بود، به پیامبر
خدمت میکرد. اما بد نیست ما نگاهی بکنیم به صفات این بانوی بزرگوار ام سلیم. ایشون این بانوی بزرگوار و این صحابیه بسیار زن بخشنده‌ای بود، دست بخشش زیادی داشت و اگر بخواد مثلا نویسنده‌ها نوشته که بخوایم ما بخشش‌های اون چیز کنیم در کتاب‌ها نمیاد. نگاه کنید بحثایی که در عرب ذکر میشه در این بخشش و سخاوت یه چیزی گاهی فراتر از اون چه هست که در دنیای معاصر ما این رو می‌بینیم. شاید شما در مورد امهات المؤمنین زنان صحابیات شنیدید و در مورد اصحاب پیامبر دیدید، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، عمر، عبدالرحمن ابن عوف و سایر اصحاب پیامبر. واقعا این نشانها با اون حالت رو ما نمیتونیم در این تصاویر امروزی خودمون به نمایش بگذاریم. گفتم که وقتی که از عبدالله ابن مبارک سوال میشه در مورد مثلا فضایل صحابه، میگه که ما حتی مثلا فلانی که جزو تابعین هست به گرد سم پای اون اسب صحابه نمیرسه، به خاطر منزلتی که وجود داره، به خاطر ارزشی که در مورد اون صحابه و در اون مقطعی که اینها کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودن. اما خب نمونه هایی رو اینجا میخوایم ذکر بکنیم که خیلی جالب هست. انس ابن مالک میگه ام سلیم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه درخت خرمایی که بارور بود چیکار کرد؟ هدیه داد. یعنی اون زمانی که بالاخره مهاجرین اومدن به مدینه، انصار سعی کردن هر کسی به نسبت چیزی به مهاجرین بده. ام سلیم هم یه درخت خرمای باروری رو به رسول خدا صلی الله علیه و سلم داد تا اینکه بالاخره مهاجران تونستن سر پای خودشون بایستن، زندگی خودشون رو رونق بدن و هر چی که انصار بهشون داده بودن باز برگردوندن، گفتن نه ما حالا دیگه نیاز نداریم بابت این محبتی که در حق ما کردید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم وقتی اینجوری شد دوباره همین درخت نخل خرما رو به ام سلیم برگردوند. ام سلیم همیشه این بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این پیامبر گرامی چه میکنه، چه نیاز داره و چه علاقه داره، به هر طریقی میخواست به ایشون هدیه بده. گاهی برای ایشون غذا درست میکرد و غذا میفرستاد برای پیامبر خدا و ایشون رو اکرام میکرد. پیامبر هم به همون نسبت سعی میکرد که همونطوری که ما گفتیم کسی اکرام میکنه، محبت میکنه، پیامبر هم جبران میکنه. بد نیست این داستان رو باز از انس بن مالک بشنویم که در مورد مادر خودشون میگه که مادرم یه گوسفندی داشت و این گوسفندش که بالاخره اصطلاحاً به قول ما میش بود، شیر این رو جمع میکرد، بالاخره مثل همون سایر کسانی که دامدار هستن روغن این شیر رو یا این چربی شیر و کره و اینها رو در یک اصطلاحاً میگن خیک یا همون یک پوست حیوانی که دارن معمولاً کسانی که گوسفند دارن که اونجا درش مثلا نگهداری میکردن، مثلا دوغی، ماستی، کره‌ای در یک پوستی نگه می‌داشت مادر من. میگه وقتی این جمع شد اینها رو فرستاد با یک دختر بچه‌ای به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم که هدیه داده باشه به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم وقتی دید که بر این رو ام سلیم براش فرستاده، بالاخره گفت شما هم از این استفاده کنید. دادن پیامبر، کسانی که اونجا بودن از این روغن استفاده کردن یا همین کره‌ای که بود و در هر صورت بعد پیامبر دوباره این همین مشکور یا همین خیک رو بهشون داد و گفت برگردونید به ام سلیم بهش برسونید. وقتی که اینو دادن به ام سلیم، این خدمتکار برد اونجا پیش ام سلیم، اونجا دادن خواویزونش کرد. ام سلیم اومد یه دفعه دید نبود بالاخره زمانی که این مشکو یا همون بالاخره ظرفی رو که درش هدیه داد پیامبر آب برگردوندن ندیده بود. وقتی برگشت دید این پره، طوری پره که قطرات مثلا اون دوغ یا کره ازش مشخص هست. رو کرد به اون خدمتکاره، میگه من نگفتم ببری پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینها رو بدی؟ میگه چرا من این کار کردم و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم باز این رو به من داد که من آوردم اینجا. ام سلیم میگه که اومد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و بالاخره گفت داستان که پیامبر گفت فرستادیم، این برکت الهی بوده که شامل حال تو شده، هم اینها بهره مند شدم هم برکت الهی زیاد شده. ایشون میگه که ام سلیم خودش میگه قسم به کسی که به حق پیامبر خدا رو برانگیخت، رو پیامبر میکنه قسم به کسی که تو رو به حق برانگیخت و این دین حق رو فرستاد، این مشک که پر از کره هست و بدونی که اصلا چیزی خالی شده باشه پر هست. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت یا ام سلیم آیا تو تعجب میکنی که خداوند به تو قضا بده؟
همان گونه که تو به من غذا دادی. تعجب برای تو تعجب برانگیزه. خب خدا هم به تو برکت و به تو خیر داده، برو از اون بخور، به دیگران هم از اون بده که از اون بهره مند بشن. ام سلیم میگه که من اومدم خونم و دیگه از همون بالاخره کره روغنی که در این مشک بود بین کسایی که اونجا بودن تو ظروف کردم، تقسیم کردم و خودمون هم از اون تا مدت‌ها استفاده می‌کردیم، تا 1 ماه، حالا برخی بودن تا 2 ماه استفاده می‌کردیم که خیر و برکتی که شامل حال ما شده بود به خاطر اون رحمتی که خداوند داشت و به خاطر اون بخششی که خداوند نصیب ما کرد. واقعا هم همین گونه است. میگه تو رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو قضا میدی، آیا خدا نمیخواد تو رو قضا بده؟ و اگر ما رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو یاری بکنیم، یعنی اطاعت بکنیم از دستورات رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اون گونه باشیم، بنده صالح الله رب العالمین باشیم، آیا خدا ما رو یاری نخواهد کرد؟ این نکته خیلی مهمیه، چیزی که شاید ما متوجهش نیستیم. ان تنصروا الله ینصرکم، یعنی اگر ما تابع برنامه الهی باشیم، تسلیم برنامه الهی باشیم، اون چیزی که خدا بر محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده ما اون رو با جان و دل بپذیریم و اطاعت بکنیم، آیا خداوند ما رو یاری نمیکنه؟ قطعا یاری میکنه. اگر خدا میگه منو دوست دارید از محمد پیروی کنید تا من شما رو دوست داشته باشم، این یک رابطه کاملا متقابل از جانب الله رب العالمین. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بگو اگر الله رو دوست دارید از من پیروی کنید. پس محبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در پیروی از رسول خداست، در اطاعت از رسول خداست. این که ما بگیم ما محبت رسول خدا در دل داریم اما اطاعت از رسول خدا نکنیم و نافرمانی بکنیم و راهی رو بریم جز راهیشون، به قول سعدی میگه هر کی راهی بخواد جز مصطفی انتخاب بکنه به مقصد منزل و مقصد نمیرسه. همین گونه هست. تو به رسول خدا قضا دادی، خدا هم به تو قضا داد، خیر و برکت داد. ما از رسول خدا اطاعت بکنیم و این اطاعت بر اساس محبت و علاقه باشه، چون ایشون پیامبر الهیه. خب خدا هم نسبت به ما محبتی پیدا میکنه. وقتی محبت الله شامل ما شد، یاری الله شامل حال ما میشه، غم و اندوه از زندگی ما بیرون میره. بله ام سلیم رضی الله عنها همیشه برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سعی میکرد غذا و خرما ببره، چرا که میدونست پیامبر خدا دوست داره این مسئله رو. و جالب انس بن مالک میگه که یک ظرفی از خرما برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرستاده بود. انس میگه من دیدم پیامبر از اون خرماها برداشته و به همسرانش میده و خودش هم میخوره و مشخص هم بود با اشتها این رو میخوره. تا همینجا این سیمای ام سلیم رو بنت ملحان رو داشته باشیم تا در جلسه بعد بتونیم در خدمتتون باشیم. تا اون جلسه خدا یار و نگهدارتون باشه.